دوستان عزیز سلام. ساعتی پیش یک خبری در خبرگزاری های مختلف از جمله خبرگزاری تسنیمی که مربوط هستش به سپاه پاسداران ایران منتشر شد که 30 میلیون نفر با هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام رو دور میزنند. ارتباط به زودی قطع می شود. به نقل از معاون قضایی دادستان کل امور در فضای مجازی کل کشور گفته که بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ 19 تیر ماه 97 اعلام کرده 30 میلیون و 100 هزار نفر از طریق فیلتر شکن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام رو دور میزنن. اصلا چی شد که تلگرام در ایران فیلتر شد؟ ابتدا آقای روحانی یک حاشیه‌هایی به وجود اومد توی قضیه دیما. چند وقتی تلگرام فیلتر بود، آقای روحانی اومد یک صحبتی رو کرد که اصلا این صحبت تاریخی شد و مسئولین مثل آب خوردن در ایران دروغ میگن و خیر سرشون در یک مملکت اسلامی دارن زندگی میکنن و نباید دروغ بگن. من نمیدونم نافشون رو مثل این که اینا رو با دروغ بریدن و کلا لاکچری دروغ میگن. بریم ببینیم این صحبت های آقای روحانی رو ببینیم چی گفته اصلا راجع به فیلتر شکن‌ها و فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی. فضای ارتباط مردم با جهان حفظ خواهد شد. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. بله دیگه، کف هم میزنن دور هم به دل خودشون میگن داداش زی خیال باطل، یعنی همچین کلفت و لاکچری به مردم دروغ میگن. بعدش هم تلگرام فیلتر شد. بعد حالا یک جالب تر از اون این که وزیر ارتباطات هم تو تاریخ 30 فروردین سال 97، حالا من سعی کنم ویدیوها رو خیلی لایو تو سایت‌های مختلفتون نشون بدم که خودتون بتونید بعداً برید از طریق این سایت خودتون هم سرچ بکنید. به خاطر همین سعی میکنم که اسکرین از صفحه بگیرم که یک مدل جدیدی از گزارش‌دهی هم هستش. آقای آذری جرمی توی ایلام دعوت شده در صدا سیماش تو بخش خبریش. ببینید چیشون میگه راجع به تصمیمات فیلترینگ. تا این لحظه در عرصه سیاستگذاری و تصمیم گیری تصمیمی به وزارت ارتباطات برای توقف فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی ابلاغ نشده. سیاست اتخاذ شده در شورای عالی فضای مجازی که در جلسات 36 تا 40 به تصویب رسیده حمایت از پیام‌رسان‌های بومی بوده. بله، میگفت حمایت از پیام‌رسان‌های بومی. چی گفت؟ گفت شورای عالی شورای عالی فضای مجازی. شورای عالی فضای مجازی. بریم ببینیم مثلا این شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی اینجا هم اومده دیگه، شورای عالی فضای مجازی اصلا کیان؟ ببینیم چه کسایی هستن. حالا من چند تا رو باز میکنم خیلی لایو ببینیم که بله اعضا کیان. اعضای شورای فضای مجازی اعضای حقوقی داره و اعضای حقیقی، یعنی چند تا آدمن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 نفر اعضای حقوقی داره. کیان؟ رئیس جمهور آقای روحانی، خب رئیس مجلس شورای اسلامی آقای لاریجانی، رئیس قوه قضاییه برادر آقای لاریجانی، رئیس صدا و سیما آقای علی عسگری که دارن سروش رو تبلیغ میکنن، دبیر شورای عالی فضای مجازی کل کشور آقای فیروزآبادی. آقای فیروزآبادی کیه ایشون؟ آقای فیروزآبادی همین شخصی هستش که گفته که 30 میلیون نفر دارن با هاتگرام و تلگرام طلایی استفاده میکنن. ایشون خودش که جزی کسایی بوده که توی شورای عالی فضای مجازی. وزیر ارتباطات آقای آذری جرم. ببینید به وزیرها دقت بکنید. یه وزیر خود آقای روحانی 2 تا از هیئت دولت، وزیر فرهنگ و ارشاد 3 تا، وزیر علوم 4 تا، وزیر آموزش پرورش 5 تا، وزیر اطلاعات 6 تا، وزیر دفاع 7 نفر از اعضای حقوقی کسایی هستن که تصمیم میگیرن که چه چیزی در ایران فیلتر بشه، چه سایتی در ایران فیلتر نشه. تو دولت آقای روحانی هست. پس 7 نفر از کسایی که آقای روحانی و این اعضاشون که ما اومدیم اینجا گفتیم اینجا دارن کف و دست میزنن، کسایی هستن که عضو شورای عالی فضای مجازی هستن و اینا باید تصویب بکنن که چه چیزی فیلتر بشه یا نشه. بعدش هم معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نفر هشتم، بله ایشون هم جزء اعضایی هستن که آقای روحانی میتونه با نفوذ خودش به عنوان رئیس جمهور از ایشون استفاده بکنه. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که باز همین رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم
بازم حالا میشه گفت یه سری ارتباطات مثلا با وزیر فرهنگ و اینا داره. فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده ناجا دادستان کل کشور. اعضای حقیقی هم آقای آملی، شخص سرشناسی که خیلی از دوستان میشناسن، آقای شهریاری، آقای تقی‌پور و بقیه دوستان. بله، آقای زرقامی رئیس قبلی صدا و سیما که چند وقتی هستش، ایشون هم خیلی جالبه، خودشون روی فیلترینگ تلگرام بحث دارن، پس ایشون هم باز یه رأی اضافه میشن با اون کسایی که باید آقای روحانی روشون نفوذ داشته باشه که بتونه رأی رو برگردن. آقای سرفراز رئیس قبلی صدا و سیمای ایران و فکر کنم قبلی بود دیگه، رئیس پیشین بود که بله که ایشون هم یه سری گنداب پیش اومد در خصوص اون تحریم ها که ایشون هم برکنار شد. اما خیلی جالبه این شورای عالی فضای مجازی کشور که اینها اعضاش هستن به راحتی آب خوردن میان تلگرام و هر چیز دیگه که هست رو فیلتر میکنن و کلا برای 70-80 میلیون نفر تصمیم میگیرن. بعد از این طرف میان خودشون برنامه هاتگرام و تلگرام طلایی رو منتشر میکنن، مردم میگن نه تلگرام نصب بکنید و فلان، اینا خودشون این هاتگرام و تلگرام طلایی رو به مردم میدن. بعد ما اومدیم توی برنامه گفتیم آقا اینها شنود میشن، بریم برنامه منو بدونیم که چی گفتم مثلا راجع به تلگرام و هاتگرام، تلگرام طلایی هاتگرام. اصلا نمیخواستم قضیه رو بگم. تلگرام طلایی خب که معمولا میاد فیلترینگ تلگرام رو دور میزنه، در اختیار یک شرکتی هستش به اسم سرزمین هوشمند، سایتش هم هست sls.ir. به علاوه هاتگرام این دو تا شرکتایی هستن که تلگرام طلایی رو ارائه میدادن. برای اولین بار مردم نمیدونستن اینا مال کیه. ما اومدیم حالا هویت این سایتاشون رو منتشر کردیم، اسم شرکتشون هم من نوشتم، شرکت راهکار سرزمین هوشمند. سعی کنیم با دیتیل و جزئیات اطلاعات به مردم بدین که خودتون هم بتونید سرچ کنید. پارک مفناوری تهران هم هست. مردم دید تمام این تلگرام شنود میشه. حتی اگر نصب باشه، شما شماره تلفن روش وارد نکنید، تو نصب باشه فقط ببینید قیافش چجوری، شماره رو وارد نکنید، میتونن دوربین جلوی شما رو هم روشن بکنن. همین دوستان شرکت سرزمین راهکار سرزمین هوشمند. خب گفتیم دوربین. ببینید عموما ابزارهای اندرویدی با یک اپلیکیشنی به اسم اندروید استودیو که اینجا محیطش رو میبینید و من در حال حاضر دارم در یکی از اپلیکیشن ها رو کار میکنم و دارم طراحی میکنم ساخته میشه. یه قسمتی داره به اسم اندروید منیفست، اون کسی که کار برنامه‌نویسی کردن میدونن. ما باید از کاربرها با کدهایی که مینویسیم دسترسی های لازم نرم افزار رو بگیریم. مثلا من اینجا نیاز دارم به اینترنت، وضعیت اینترنتم، وضعیت گوشی، نمیدونم موقعیت گوشیم که مثلا بدونم که سریال نامبرش چی هستش. حالا ما میخوام ببینیم که این تلگرام طلایی که ما اونجا اومدیم گفتیم چی هست، می‌نویسم اینجا تلگرام، یه دونه تلگرام طلایی رو من دانلود بکنم ببینیم که چه دسترسی‌هایی رو از مردم میگیره. اینجا من چون کیبوردم هم فارسی نیست یکم ببخشید اگر غلط تایپ میکنم. دانلود مثلا تلگرام و همین راحتی هم میتونید دانلود بکنید. دانلود تلگرام طلایی اومد اینجا. همین اولی رو باز میکنیم، بر اساس گوگل ازش استفاده میکنیم، روی دانلود من میزنم. البته یه بار قبلا من اینو دانلود کرده بودم اما یه بار دیگه هم حالا اینو دانلود میکنیم چون آنلاین و زنده به مردم نشون بدیم. منتظر میشیم که دانلودش یه بار قبلا هم برای خودم دانلود کرده بودم. میزنم. خیلی راحت این کار رو هم شما خودتون میتونید انجام بدید. برمیدارم رینیمش میکنم، پسوندش رو از APK به رار تغییر میدم و به من میگه که خب حالا چون این سیستم عامل مک هستش یکم متفاوته دوستان، یه دونه پوشه درست میکنم به اسم تلگرام گولد. اونجا برنامه رو خروجی میگیرم ازش، محتویات داخلش رو میرم. این اندروید منیفستی هستش که در تلگرام طلایی وجود داره که ما میخوایم دیکود کنیم ببینیم چی پشتش قرار داره. خیلی راحت من میام کدش رو میندازم اینجا، دسترسی ها رو به من میگه. نگاه کنید، بریم جلوتر یکم. SMS پرمیژن، نمیدونم همراه سبز، این یه دسترسی هستش که مال خود شرکت همراه سبزه و بالاش نوشته، نگاه کنید خط بالا پرمیژن ها رو میبینید اینجا. مثلا یکم جلوتر که بریم موقعیت اینترنت مثل همون، نگاه کنید اندروید پرمیژن اکسس نتورک استاتوس، وضعیت اینترنت، وضعیت وای فاش، نمیدونم همه دسترسی. مثلا یه دسترسی به عنوان مثال این هستش اندروید پرمیژن برادکست SMS. با این دسترسی راحت میتونه
برنامه تلگرام طلایی دسترسی داشته باشه به SMS های شما. چجوری؟ من همین دسترسی رو دوباره اینجا میدم، پاک میکنم. ببینید انواع دسترسی ها رو اینجا نوشته. هر دسترسی که من از کاربر بخوام بگیرم میگیرم راحت، انگار من نشستم پشت گوشیش و دارم استفاده میکنم. مثلا بلوتوسش، نمیدونم، یا مثلا من اینجا رو چند تا دسترسی اضافه میکنم. همون رد SMS نگاه کنید، اندروید پرمیژن رد SMS عین همون دسترسی که اندروید پرمیژن برودکست SMS. حالا من سعی میکنم عین خودش رو بگیرم که شما بتونید ببینید. برودکست SMS نگاه کنید. خب اینجا فکر میکنم کلاسش با این فرق میکنه. همون دسترسی SMS رو میگیریم که بتونیم راحت‌تر به شما نشون بدیم با مثال ساده تر، چون بعد اونجا من کدهای بیشتری رو اضافه بکنم که بتونم دسترسی ها رو درست و دقیق بگیرم. برنامه رو ران میکنم. با توجه به شبیه سازی که وجود داره، شما بدون اینکه متوجه بشید اپلیکیشن شما داره چه تغییراتی روی گوشی شما میده، از راه دور خیلی راحت، من یکم باید منتظر بشم که نرم افزار ران بشه روی شبیه ساز، اومد بالا به راحتی. ببینید اصلا شما هیچ چیز رو هم متوجه نمیشید. حالا من میرم، خودتون هم میتونید بدین این کار رو با گوشی خودتون بکنید، چون من دارم حالا یکم زنده انجام میدم، امیدوارم که اتفاق عجیب و غریبی نیفته. میرم تو تنظیمات، میرم تو اپلیکیشن، اسم اپلیکیشن هم من گذاشتم گلوکلیش، لیبلش رو اینجا میبینید، اسمی که هست. میرم توی اپلیکیشن گلوکلیش، توی قسمت پرمیژن ها نگاه بکنید، دسترسی لوکیشنش که ما اینجا هم گفتیم، موقعیت لوکیشنیش، دسترسی تلفن، استاتوس تلفنش و دسترسی SMS. راحت هم روشن است، میتونم خاموش بکنم و یا روشن نگه دارم. و این دسترسی ها رو اپلیکیشن و پرمیژن ها رو اپلیکیشن تلگرام طلایی میگیره. دسترسی ها زیادن، حالا استثنا اون نمیدونم چرا برودکست SMSش نیومد، نمیدونم اینترنتش، بریم جلوتر. همینجور این همه دسترسی تا انتها. حالا من چون دارم از چیز استفاده میکنم، از مک استفاده میکنم، اگر از ویندوز استفاده میکردم، نوتپد پلاس پلاس رو نصب میکردم، خیلی راحت‌تر میتونستم به شما نشون بدم. این نرم افزار همینجوری امروز خیلی سریع نصب کردم که نشون بدم. حالا یه چیزی جالبتر وجود داره، اونم این هستش که آقای آذری جهرمی گفته که نسخه بدون فیلتر تلگرام مشاهده نشده. خبرگزاری میزان مربوط به قوه قضاییه گفته که محمد جواد آذری جهرمی وزیر تو تاریخ 11 خرداد 97 چند وقت پیش گفته که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص شایعه انتشار نسخه بدون فیلتر تلگرام اظهار کرد وزارت ارتباطات و شخص بنده تاکنون مبنی بر اینکه این پیام رسان بدون فیلتر در دسترس قرار گرفته باشد یا تغییراتی در آن به وجود آمده باشد دریافت نکرده. نسخه بدون فیلتری نیز از مراجع رسمی تلگرام تا الان مشاهده نشده است. خبر طولانی تره، فقط اینجا نوشته شده گفته وزارت ارتباطات و شخص بنده تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه این پیام رسان بدون فیلتر در دسترس قرار گرفته باشد و تغییراتی در آن به وجود آمده باشد دریافت نکرده ایم. خب حالا این خبرگزاری تصنیم. ببینید خبرگزاری میزان اینا گفته، بریم خبرگزاری تصنیم، میایم پایین. گفته که به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تصنیم عبدالصمد خرم‌آبادی کیه؟ عبدالصمد خرم‌آبادی اینجاست، من نشونتون داده بودم دیگه، دبیر شورای، یعنی آدم الکی که نیست، اعضای حقوقی شورای عالی فضای مجازی کشوره. گفته که در صفحه شخصی خودش در پیام رسان سروش نوشته بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ 19 تیر ماه 1397 اعلام کرد، تعداد 30 میلیون کاربر 30,100,000 نفر یا همون کاربر از طریق فیلتر شکن هاتگرام و تلگرام طلایی، تلگرام‌های فارسی، همینی که آقای آذری جهرمی میگفتش که بدون تلگرام، خب دارن فیلتر تلگرام رو دور میزنن و اینترنت بدون فیلتر هاتگرام و تلگرام طلایی را وزارت ارتباطات تامین میکند. آقای عبدالصمد خرم‌آبادی گفته، بنده نگفتم. حالا وزیر ارتباطات میگه من خبر ندارم قضیه رو. بعد از طرفی حالا جالبه، نمیدونم همین آقای وزیر ارتباطات اومده گفته که هشدار درباره تلگرام‌های غیر رسمی. وزارت ارتباطات با انتشار اطلاعی درباره استفاده از نسخه فارسی پیام رسانی تلگرام توضیح داد و اعلام کرد تاکنون هیچ گونه سروری در اختیار تلگرام یا نسخه‌های غیر رسمی اون قرار نگرفته.
شما سرور رو نمیدید، بعد اینترنت بهشون میدید. این دیگه جای سوال داره. نوشته که تاکنون هیچ سروری قرار نداده شده، بعد انواع اساسا اینا تو خونشونه لامصب. این نوع دروغ گفتن ها. از طرفی خبرگزاری تابناک که طبیعتا خیلی از دوستان میشناسن خبرگزاری تابناک. خبرگزاری تابناک بدید مال کیه؟ من اینجا بنویسم روی اینا ها. ببین قشنگ اینا مال کیه؟ من نمیگم من چون اگه یه حرفی بزنم همه میان میگن که تو داری بدون مستند حرف میزنی. خبرگزاری تابناک، حالا من میزنم ویکی‌پدیاشو میارم بالا ببینیم مثلا مال چه شخصی خبرگزاری تابناک. برای شما هم جالب باشه مال محسن رضاییه، ولی خب حالا تابناک یک وبلاگ خبری اصولگرا منسوب به محسن رضاییه که بعد پس از فیلترینگ و تحلیل کشیدنش به وبلاگ باستاب در سال 86 به وسیله سردار امیر علی امیری و جمعی از همکاران قبلی آن در وبگاه باستاب راه اندازی شد. پس این تابناکی که هست مال محسن رضایی و داره دستور اطرافش هستن. گفته که تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامیه. از قول کی گفته؟ خودش هم نگفته. گفته یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر اطلاعات عنوان کرد که تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است و اکنون 25 میلیون عضو قانونی دارد. اون موقع 25 میلیون داشت. یعنی حالا تاریخ این خبر رو هم من پیدا نمی‌کنم که احتمالاً مال 2-3 ماه پیشه. تو عرض 3-4 ماه 5 میلیون کاربر به این اضافه شده. حالا ما نمیدونیم. اینا که میگن متعلق به جمهوری اسلامیه. بعد آقای آذری جهرمی میگه من اصلا خبر ندارم. بعد از اون آقای صبحانی‌فر میگه که طراح تلگرام طلایی دانشگاه تهرانه. از اون ور اصلا شما همه این پازل ها رو بذارید کنار هم دیگه متوجه میشید که داره پدیده‌ای به اسم دسترسی یا جنود اتفاق میفته از طریق تلگرام های فارسی. امیدوارم که مسئولین بیان توضیح بدن و اینقدر به مردم دروغ نگن. گفته که حالا بیشتر حالا ما هدفمون این خبر بودش که گفته از 30 میلیون نفر دارن با ادگار و تلگرام طلایی استفاده میکنن، ولی خب جالبه که تلگرام طلایی اد اجباری هم میزنه. یعنی اگه برید تو کانال تلگرامش 11 میلیون کاربر داره. یعنی شما به محض اینکه وارد من حالا سعی میکنم اینجا چون اگه من اینو ببندم چطور میاد، حالا اشکال هم نداره بیاد. حالا تلگرام طلایی رو من متاسفانه اینجا کانالش رو پیدا نمیکنم، ولی اگه کانالش رو پیدا بکنم بهتون بله. کانال رسمی تلگرام طلایی بیش از 11 میلیون عضو داره که دوستان چت من همینجا میبینید. ما چیزی برای پنهانکاری نداریم، ولی خب به هر حال که اینها عد اجباریه. یعنی شما اگر تلگرام طلایی رو نصب کنید اتوماتیک خودش عدتون میکنه که این خلاف قوانین تلگرام هستش و جالب است. شما دارین که دوستان تلگرام طلایی پاسخگو باشن. حالا امروز خبرها اومده که قرار تلگرام طلایی فیلتر بشه، بعد ببینیم به کجا میرسه. مرسی، حتما ویدیو رو به اشتراک بذارید، لایک بکنید و کانال برنامه پشت پرده رو در یوتیوب سابسکرایب کنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. مرسی.